خبرنگارای صدا و سیما با من بیان بریم تو مردم. 10% مردم تلویزیون نگاه نمیکنن. منم راستشو بگم یه سال نمیبینم. چقدر دروغ. نبیای تو نواز جمعه بگی هر کی میخواد بره. این مملکت اسلامی هر کی نمیتونه بره. خب تو چه نری؟ تو برو. چه اشکالی داره؟ تو برو این مملکت. با دنیا رابطه برقرار کنی، با عربستان نمیکنی. حالا دنبالش ببینی عربستان کجاست بری رابطه برقرار. وهابی‌ها امروز از تشیعیا بالا بری تو بغلش میشی. راجع به عراق چیا میگفتیم امروز بری تو بغل. به نزدیکی هم میری تو بغل امریکا قاتل سلیمانی نی. شما چه جوری با قاتل اون میخوای بری حرف بزنی؟ فراموش کردی؟ خب از اول همین کارا رو میکردی. تو رفتی سفارت عربستان بگیری که امروز بری دنبال عربستان. این حجاب امروز یه تارمو شده سرگرمی که بحث دین و آیین و مذهب و اینا نیست. این شما میتونی به خاطر یه تارمو ساچمه بزنی تو چشه یه موش بیرونه بندازی زمین بزنی. چیکار داریم نکنیم با این مملکت؟ دخترها پسرها همه بزرگ تو خیابون. شغل کو، ازدواج کو، تامین مالی کو، معیشت کو، مسکن کو. چیکار کردین با این مملکت؟ دلار 7 تومن رسیدی به پالای 50 تومن.